أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید حدیث 849 از کتاب ریاض الصالحین در کتاب سلام هستیم، باب یکم که باب فضیلت سلام دادن و امر کردن به پهن کردن و نشر کردن سلام و این آخرین حدیث این باب می باشد. حدیث 849 وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. میگوید که از طفیل ابن ابی ابن کعب روایت است که انه کان یأتی عبدالله، هر اینا میگه بود همین طفیل ابن ابی ابن کعب می آمد نزد عبدالله ابن عمر، نزد پسر حضرت عمر می آمد و رضی الله عنهم، الله از همه اینها راضی باد. فیغدو معه الى السوق، پس سحرها می رفت میگه همراه ابن عمر به بازار. همین طفیل با عبدالله پسر عمر سحرگاهان وقتای سحر بگیم به بازار می رفت. میگه قال، پس میگوید که فاذا غدونا الى السوق، اکنون طفیل میگه وقتی که میگه ما می رفتیم در سحر به سوی بازار، لم یمر عبدالله على سقاط ولا صاحب بیعت، و میگه نمی گذشت عبدالله بر نزد یگان کالا فروش و کهنه فروش، یا که بگیم سوداگر همون بازاره، ولا صاحب بیعتین، ولا یگان خریدار و فروشنده، ولا مسکینین و نه به یگان نزد مسکینه، ولا احدین و نه به نزد کس، الا سلم علیه، مگر اینکه سلام میداد بر همون کس. یعنی به پیش کهنه فروش هم میگذاشت سلام میداد، به پیش کلینتا هم، به پیش بازار در میفروختگی هم، مسکین هم، هر کسی در بازار میدید سلام میداد. میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. قال طفیل، پس طفیل میگوید که فجئت عبدالله ابن عمر یوما، پس میگوید که آمدم نزد عبدالله ابن عمر روزه، فاستتبعنی الى السوق، پس خواست میگه ابن عمر از من که با اون به بازار بروم. فاستتبعنی یعنی پس از من طلب کرد که همراه اون الى السوق یعنی به بازار بروم. فقلت له، پس طفیل میگه که ابن عمر را گفتم که ما تصنع بالسوق، یعنی چی کار میکنی در بازار، یعنی چی کار داری در بازار. و انت لا تقف على البيع، میگه و تو نمیستی در بیع، یعنی تو در بازار معامله نداری، یعنی خرید و فروش نداری، نه یگون چیز میفروشی نه یگون چیز میخری. ولا تسأل عن السلع، و گفت تو حتی نمیپرسی از همون چیزهای فروشی، سلع فروشی بگیم کالا و همون موادهای فروشی، یگون چیز نمیپرسی. ولا تصوم بها، و همچنین نمیفروشی در بازار چیزی را، یگون چیز میفروختگی هم نداری. ولا تجلس فی مجالس سوقی، و نمیشینی در نشستگاه های بازار، در بازار جای نشستن و جای مجلس هایی که بود. میگه گفت که ابن عمر تو در اون جای ها نمیشینی. و اقولو، گفت و من میگویم، اکنون طفیل میگه من میگویم که اجلس بینا ها هنا نتحدث، یعنی بیشین اینجا همراه ما سخنگویی کنیم، با یکدیگر گپ زنیم. ای بازار رفته گشتن، نگفتم اینجا بیا بشینیم با یکدیگر صحبت کنیم. فقال یا ابا بطن، پس میگه ابن عمر طفیل را گفت که ای ابو بطن، یعنی که ای شکم کلان. ابا بطن یعنی آدمی شکم کلان را میگه. و کان طفیل ذا بطن، یعنی همین طفیل میگه شکمش کلان بود. انما نغدو من اجل سلامی، گفت هر آینه ما می رویم سحرها به سوی بازار، من اجل سلام، برای سلام دادن. در بازار رفته جا نمیشینیم، بلکه میگردیم تا اینکه سلام بتیم. نسلم علی من لقیناه، سلام میتیم بر کسانی که با اون وا خوردیم. هر کسی که از پیش من برآمد او را سلام میتیم. یعنی بازار رفتن مقصد خرید و فروش و در مجلس بازار شیشتن نیست، بلکه نشر سلام است که در بازار برویم و مردم زیاد سلام بتیم. پس
ابن عمر این سنت را در زندگیش میگه جاری میکرد. رواه مالک فی الموطأ باسناد صحیح. این حدیث را امام مالک در موطأش با اسناد صحیح روایت کردگی است. خب اکنون باب فضیلت فضل و بزرگی سلام دادن و امر به افشای سلام دادن با همین به آخر رسید. در باب نو میگذاریم. باب نو میگه باب کیفیت سلام، باب در مسئله چی طور سلام دادن، یعنی ما چخیل سلام بتیم، کیفیت سلام را در این باب امام نووی بیان میکنه. میگه که یستحب ان یقول المبتدئ بالسلام، میگه که مستحب است، یعنی که سنت است، ان یقول المبتدئ بالسلام، این که بگوید اون شروع کننده به سلام، کسی که سلام دادن میشود اون اول سلام دهنده بگوید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همین طور سلام بتید. السلام علیکم یعنی امن و امان و سلامتی برای شما و رحمت الله و برکت الله بالای شما. فیأتی بضمیر الجمع، پس میگه باید بیارد با ضمیر جمع، یعنی السلام علیکم، علیکم ضمیر جمع قطع، نه اینکه السلام علیکه، بلکه با ضمیر جمع بیارد. و این کان المسلم علیه واحدا، اگر هرچند که همون سلام داده شده یک کس هم باشد، مثلا یک کس با پیش ما گذاشته سلامش که میتیم باید بگیم السلام علیکم، یعنی سلام بر شما، نه اینکه بر تو، بلکه بر شما، با صیغه جمع بگوییم. و یقول المجیب، اکنون جواب دهنده وقتی سلام را میشنود باید بگوید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فیأتی بواو العطف فی قوله و علیکم، پس میگه همون واو عاطفه را در اول جواب بیارد، بگوید و علیکم، یعنی همین طور جواب باید بتید، واو عاطفه قطع بیارد. وقتی که سلام دهنده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگوید، جواب دهنده نه علیکم السلام بلکه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گفته جواب بتید، باید این طور جواب بتید میگوید. اکنون در این باب شروع میکند با حدیث ها. چند حدیث در این باب میارد امام نووی. حدیثی یکم این باب حدیث 850 ان عمران بن الحسین رضی الله عنهما قال، یعنی که از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که گفت جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، میگه آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس گفت که السلام علیکم. فرد علیه ثم جلس، پس جواب داد میگه علیه بر همون سلام دهنده سلامش را و ثم جلس، بعد همون سلام دهنده نشست. فقال النبی صلی الله علیه و سلم عشر، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که عشر، یعنی که 10 ثواب گرفت. عشر یعنی صاحب 10 ثواب شد. ثم جاء آخر، بعد از این میگه آمد یک مرد دیگر، فقال السلام علیکم و رحمت الله، پس سلامت طولانی تر کرد. فرد علیه فجلس، پس جواب داد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر همون انسان سلامش رو، فجلس، پس اون مرد دویم آمدگی هم نشست. فقال، پس از نشستنش میگه پیغمبر گفت که 20، یعنی 20 ثواب از خود کرد، صاحب 20 ثواب شد. ثم جاء آخر، بعد از این میگه آمد مردی سیوم، فقال، پس مردی سیوم همچنین گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از اون دو تا پیشینه دا باز طولانی تر. فرد علیه فجلس، پس جواب داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر همین مردی سیوم هم سلامش را، فجلس، پس مردی سیوم هم شیشت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که 30، یعنی صاحب شد این مرد 30 ثواب را، 30 ثواب گرفت. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن است. پس آخرین درجه سلام همین است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قدر از این دیگر طولانی نمیکنیم، فقط همین قدر طولانی میکنیم و 30 ثواب انسان گویندهش صاحب میشود. خب بعد از این حدیث 851 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت من را رسول الله صلی الله علیه و سلم هذا جبریل یقرأ علیک السلام، گفت این جبرائیل است که بر تو سلام میدهد، تو را سلام میگوید. قالت، حضرت عایشه گفت که قلت و علیه السلام و رحمت الله و برکاته، میگه من گفتم که و بر وی باد سلام و امن و امان و رحمت الله و برکت الله. متفق علیه، این حدیث متفق علیه است. میگه که هکذا وقع فی بعض روایات صحیحین، همچنین واقع شده است میگه در بعض از روایاتی که در صحیحین است، در بخاری و مسلم است. و برکاته در بعضش اومدگی است میگه و فی بعضها بحذفها، و در بعضش میگه همین کلمه و برکاته نیست، یعنی گفتگی که و علیه السلام و رحمت الله، فقط همین قدر میگه جواب دادگی است. و زیادت ثقت مقبولتون، و در حدیث صحیح اگر انسان راوی ثقه، راوی با اعتماد زیادتی بکند بگه مقبول است، در حدیث قبولش میکنیم اگر همون راوی ثقه و معتبر باشد. از این حساب در صحیحین در بعض روایت ها و برکاته هست، در بعضش میگه نیست، در جواب حضرت عایشه رضی الله عنها. خب بعد از این حدیث 852 و عن انس رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، میگه که از انس رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان اذا تکلم بکلمة، یعنی هر گاهی که پیغمبر سخن میگفت یگان سخن را اعادها ثلاثا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعاده میکرد، تکرار میکرد همون سخن رو 3 بار. چرا؟ حتی تفهم عنه، تا اینکه فهمیده شود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنش. یعنی برای فهم شدن سخن رسول الله را عادت شمین بود که سخن را 3 بار تکرار میکرد. کدام سخن را؟ همون سخنی که احتیاج به ترکیز و احتیاج به دقت داشته باشد، نه که هر یک سخن را، هر سخنی که مثلا گوش کننده را دقت بتید که خوب نفهمید تکرارش میکرد، خوب نمیفهمید با تکرارش میکرد، نه اینکه همیشه. و اذا اتى على قوم فسلم عليهم، پس میگه هنگامی که می آمد نزد قوم سلام میداد بر قوم، سلم علیهم ثلاثا، سلام میداد بر اونها 3 بار، حتی سلامش هم 3 بار میداد. در کدام صورت؟ در همین صورتی که 1 بار سلام میداد اگر او آدم نمیشنید، 2 بار سلامش میداد، نمیشنید 3 بار سلامش میداد، اگر که جواب میداد در این 3 بار خوب، نمیداد اگر بعد دیگر 4 بار سلام نمیداد. این یک بیان این حدیث است. اما بعضی میگن در یک مجلس در آمد که بسیار مجلس کلان هست، وقتی که گذشته رفته ایستاده است 3 بار سلام میداد، یعنی که در اولی مجلس 1 بار سلام میداد، با پیشتر میرفت با 1 بار دیگر، با پیشتر میرفت با 1 بار دیگر، تا اینکه همون انسانایی که میشنوند جواب سلام بگویند. یا که این طریق است، یعنی تکرار سلام به 2 وجه است. یا طریقش مجلس کلان و آدم زیاد است که در اینجا شخص 1 بار سلام میداد، با پیشتر میرفت با سلام میداد، با پیشتر میرفت با سلام میداد. یا آدم کم میشید، اگر 1 بار سلام میداد نمیشنید 2 بار، 2 بار نمیشنید 3 بار، اگر که جواب سلامش نمیدادن. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. میگه و هذا محمول علی ما اذا كان الجمع كثيرا، این حدیث میگه محمول است، یعنی این حدیث مربوط است، این حدیث دلالت میکند بر زمانی که اگر که جمع همون مردم زیاد باشد 3 بار سلام میداد تا اینکه جواب سلامش رو بتونه که از هر جا در هر قسم مجلس سلام میداد. خب این بود حدیث 852. بعد از این حدیث 853 و عن المقداد رضی الله عنه فی حدیثه الطویل قال
از مقداد رضی الله عنه روایت است در حدیث طولانی که گفتگی است که کنا نرفع للنبی صلی الله علیه و سلم نصیبه من اللبن، بوده میگه میگرفتیم بر میداشتیم میگه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیبه من اللبن، یعنی که سهم و حقی که از شیر داشت، یعنی که همین مقداد بگوید که ما حقی پیغمبر میگرفتیم. فیجیء من اللیل، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب می آمد برای حقش گرفتن کنون. فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما و یسمع الیقظان، میگد که پس سلام میداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر شب می آمد و سلام میداد، سلامی که لا یوقظ نائما، بیدار نمیکرد آدم خواب را، و یسمع الیقظان، و میشنوان انسانی بیدار را، یعنی سلامش با آواز بلندی نبود که انسان خواب را بیدار کند. فجاء النبی صلی الله علیه و سلم فسلم کما کان یسلم، پس میگه آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب سلام داد، پس چطوری که بود سلام میدادن پستک، برای خواب انسان خواب بیدار نکردن و برای انسان های بیدار شنیدن پستک میگه سلام داد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. بعد از این حدیث 854 و عن اسماء بنت یزید رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر فی المسجد یوما، میگه که از اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت است هر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشت در مسجد، میگه روزه، و عصبت من النساء قعود، و گروهی از زنها میگه نشسته بودن، پیغمبر با پیش زنهای نشسته گذشت. فالوا بیده بالتسلیمی، فالوا پس میگه تکان داد دستانش را با سلام، یعنی که بگیم اشاره سلام کرد، فهمو دستش برداشت و دستش تکان داد، خلاصه یک اشاره کرد که با دستانش که دلالت به سلام دادن میکند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن است. اما توضیح این حدیث را امام نووی اکنون بیان میکنه، میگه که و هذا محمول على انه صلی الله علیه و سلم جمع بین اللفظ والاشاره، این میگه حمل شدگی است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع کرد بین لفظ گفتن السلام علیکم و اشاره کردن، یعنی هر دشقتی میگه بود، هم به لفظ گفت و هم اشاره کرد. میگه و یؤیده ان فی روایت ابی داود فسلم علینا هست، یعنی تایید میکند همین را هر آینه در روایت ابو داود آمدگی است که اسماء بنت یزید میگه که فسلم علینا، پیغمبر سلام داد بر ما. پس این دو حدیث میگه جمع میکنیم، خلاصش همین میشود که پیغمبر هم به زبان گفته است و هم با دست اشاره کردگی است. از این حساب انسانی که کر هست یا انسانی که دور هست آواز ما را نمیشنود، میشود که ما همچنین سلام دادن ده همین کار را بکنیم، هم سلام بدیم هم به دست اشاره بکنیم. یا مثلا در داخل ماشین گذشته رفتیم، مثلا یک کس میگذره بگن سلام، اشاره سلام میکند، پس ما میشود که با دست، یعنی با زبان حتما باید بگوییم اما با دست اشارهش کنیم، یا با سیگنال دادن همچنین و علیکم السلام بگوییم و سیگنال بتیم، یا سلام دادنی باشیم برعکسش همچنین السلام علیکم بگیم یا سیگنال بتیم تا اینکه اون آدم بشنود فهمد که ما سلامش دادیم. میگه که در داخل ماشین آواز ما را بره نمیشنود، این کار کردن جایز است. با کدام دلیل؟ با همین دلیل حدیث اسماء بنت یزید که ترمذی روایتش کردگی هست، در که اشاره کردن جایز است، اما اشاره خالی نه، اشاره خالی درست نیست، اول با لفظ گفتن و بعد اشاره کردن جایز است، یا هر چه جای انجام دادن جایز است، اما تنها اشاره درست نیست. خب این بود حدیث 854. بعد از این حدیث 855 و عن ابی جریل حجیمی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابی جری حجیمی رضی الله عنه روایت است که گفت اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه آمدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم،
فقلت، پس میگه رسول الله را گفتم که علیک السلام یا رسول الله. میگه همین طریقتی سلامش دادم، علیک السلام یا رسول الله. قال، میگه پیغمبر گفت که لا تقل علیک السلام، این طور نگو، علیک السلام نگو. فإن علیک السلام تحیت الموتى، فإن علیک السلام تحیت الموتى. پس هر آن علیک السلام گفتن این سلام مردگان هست، سلامی مردگان هست، یعنی که در زمان جاهلیت مرده هاشون همچون حاضر و ناظر میدونستن، همینطور سلام میدادن، نه به ضمیر مخاطب، همچون خطابش میکردن، میگفتن علیک السلام، گویا که در پیشان است، گویا که دیده ایستاده است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مانند نشدن به سلام اونها گفت که این طور سلام نده که این سلام سلام مردگان هست. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است. و قال حدیث حسن صحیح، و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. و قد سبق بطوله، این حدیث با درازیش، یعنی که با طولانیش، یعنی که همش در گذشته بود، یعنی که پیشتر این حدیث یه بار تکرار شدگی هست. پس این هست باب چی طور سلام دادن، کیفیت سلام، یعنی چی طور سلام دادن. اکنون این بابم به آخر رسید. باب نو، باب آداب السلامی، باب در مسئله آداب هایی که در سلام هست، بعض آداب هایی که در حالت سلام دادن هست. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه را با پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.